من بعد 57 سال چه پسری گیرم اومده، آقای اکرمی فوش و فضیحت از خونه من انداخت بیرون. شب 21 قد نفرینش کردن که واگذارش به خدا، واگذارش به خدا. ایا خدایی وجود داره، واگذارش به خدا. پولمون دادیم، خونمونم بدیم، خب کجا بریم؟ من یک نظامی هستم، برج 2 اومدم از آقای امامی روزی طلب این خونه رو اینجا رو از 65 واحدی که به اسم دادگستری هست بگیرم. آقای روزی طلب یه نفر بود که به عنوان یک مجاهد، ایثارگر، جانباز خودشون معرفی کردن. آقای امامی هم یه حسابدار خودشون معرفی کردن، گفتن آقا اینجا 40 نفر داره زندگی میکنه، این آبش، این برقش، این گازش همه چون مرتب هست، هیچ مشکلی نداره. اومدن 1,300,000 پول از من گرفتن. والا الان 1 سال و نیم هست که ما اومدیم این آپارتمان ها رو گرفتیم. روزی که اومدیم این آپارتمان ها رو بگیریم اسم دادگستری بود. تمام زندگیمو فروختم تا تونستم این خونه رو به دست بیارم. الان یک نفر به نام آقای مقدسی پیدا شده، میگه این ملک مال منه. ما بهش میگه آقای مقدسی ما این پول دادیم به روزی طلب. آقای مقدسی مثل اینا 2 تا داماد هستن، آقای حاجی آقای یوسفی، میگن این اومده این ملک رو داده به داماد اولش، داماد اوله این ملک رو فروخته با آقای روزی طلب. آقای روزی طلب این پولم که از مجتمع گرفته میگه من اینو تقدیم آقای داماد اول کردم، ولی در واقع آقای مقدس نمیدونی از کجا پیدا شده اومده. خب این روال شکایت داشته دیگه، روی پرونده شکایت بوده. چجوری پرونده‌ای که روی شکایت بوده آقای مقدسی رفته سند زده به نام خودش؟ آقای یوسفی من یه سوال دارم، شما یه بار وکالت دادی به این دامادت آقای صادقی اینجا رو فروخته به آقای روزی طلب، پوله هم تو حسابشه، بعد دوباره اومدی دادی یه دوماد دیگه بار دوم به روز بفروشه؟ به چند بار؟ اگه دوماد سومی چهارمی داری ما میریم بیرون به اونام بده بفروشن. 2 سال پیش من تمام زندگیم فروختم، یه خونه خریدم برج 9. آقای اکرمی ساعت 7:30 شب اومده در خونه زده، میگه از تو ملک مردم بلند شو. من خونه خریدم چرا از تو ملک مردم بلند شو؟ 16 که اومده در خونه شکنده از پشت تراس، رفتم تو اتاق در قفل کردم، در زده، میگه درو باز کن بیا بیرون. خیال کن زلزله اومده، بچه‌م مریض بوریه‌ش رو فونت کرده و هرچی گفتن آقا اکرمی بچه‌م اسپری استفاده میکنه، دارو استفاده میکنه، شربت بچه‌م یخچالیه، بذار من دارو بچه‌م بردارم. گفت خیال کن زلزله اومده، برو بیرون، برو بیرون. با لباس تو خونه منو بیرون کردن. 10 روزی که آواره هستم، تو را به خدا خودتون درستش کنید. آقای روزی طلب مقدس امامی خودتون درست کنید، ما چه کار هستیم؟ خدا قسم هیچ یهودی، هیچ اون اسرائیلی هم این کاری که اینا به سر ما آوردن انجام ندادن. ما مریض بودیم، من و برادرم مریض بودیم، کرونا داشتیم، من تو حال خوابیده بودم. صبح با صدای مأمور بیدار شدم که داشت تو خونه اومده بود داخل خونه به داداش من میگفت خواهرم مریض خوابیده، میگفت بلندش کن برید بیرون. اول که ایشون اومده بود داخل خونه، بعد داداشم گفت باشه برو، خب بذار چیزامونو جمع کنیم و بعدم دیگه بقیه ماجرا که در رو شکوندن و دیگه خودتون حالا شاهدش بودید. خدا میدونه میخواست در ما رو بشکنه، ما هیچ اصلا و ابدا تزینوی نکردیم، در باز کردیم گفتم بفرمایید تو. عروس من افتاد، هلش داد افتاد تو در گفت مادرم مرده. در مد گفت مرده که مرده، به من چه؟ بلند شو. رفت نشست روی یکی از مبلا و شروع کرد به فیلم گرفتن با موبایلش از تا جایی که خبر دارم بیش از 15 تا واحد که کارمندای دادگستری نشستن اینجا، یه بارم مأمور نرفته در خونهشون، ولی در خونه ما رو اومدن با کلنگ و تبر و تیشه شکوندن. خب الان من 2700 دادم، من باید چه کار کنم؟ آیا من دارم اینقدر که به نرخ روز بیام این آپارتمان ها رو بخرم؟ من 1 سال و نیم پیش خریدم،
متاسفانه جای دیگه هم نداریم که بخوایم پناه ببریم یا حالا سرمایه باشه که بگیم ولش کنیم. بعدها وسط این دعوا یه چیزی هم میدن به ما که حالا اونجا هزینه کردیم و بریم به سلامت. متاسفانه اگه ماشین بود چیزی دیگه ای بود ما ازش میگذشتیم، ولی سقف رو سرمون هست. ما بخوایم بگذریم کجا باید بریم؟ کسی هست که ما رو حمایت کنه؟ ما باید چادر بزنیم وسط خیابون بشینیم تا مسئولین متوجه بشن که دردمون چی هست. الان از برج 7 تا الان هی دم به ساعت میان در خونه آقا باید تخلیه کنیم، باید تخلیه کنید. خب ما پول دادیم، بالاخره اعصاب ما چقدر میکشه؟ اینجا مگه سقف بالا سرشونه؟ نه، یه سرمایه ی آقای یوسفی که ماشاءالله بعد 10 تا دومات داشت 10 بار اینجا رو میفروخت. اونم از روزی طلب. اون وقت مردمی که اینجا نشستن سقف بالا سرشونه، مأمور قشنگ میاد داخل خونه با لباس خونه شوتشون میکنه بیرون، میگه فکر کن زلزله اومده. باید چجوری صدامون رو برسونیم به گوش مسئولین؟ قرار اینجا یه نفر قربانی بشه، خدا نکرده کسی سکته کنه، کسی وسط اون دعوا و درگیری جونش از دست بده که مسئولین بیدار بشن، که بدونن اون فلسطینی که دارن حمایت میکنن توی ایران داره این اتفاق میفته و متاسفانه خوابن، نادیده میگیرن. پولی که ما دادیم تا قرون آخر از ما گرفتن. اگر این 2 نفر مشکل دارن، آقای روزی طلب که بچه جبهه و جنگ هست ادعا میکنه من همش بالا سر قبر شهیدا هستم، این قسمتی هم که من فروختم اگر پولی هم در آوردم دادم با آقایون ایثارگران، دادم با آقای که رو ویلچر نشستن، دارم کمک به اونا میکنم. میگن آقا شما که اومدید به ما فروختین، الان شما بیاین با آقای روزی طلب با آقای امامی بیاین پلو آقای مقدسی مشکلتون حل کنید. چرا ما رو گوشت قربانی کردیم؟ ما چه گناهی کردیم؟ چرا باید تاوون شماها رو ما پس بدیم؟ آقای روزی طلب، هی من نمیدونم شما خانواده شهید دارین، راست راه میری میای، از شهدا فقط همین اینی که رو سر منه رو تو یاد گرفتی؟ هی بعد افطار زنگ میزنم بهتون، هی ایشالله درست میشه. کو تو با هوشنگ مقدس 2 نفر با همدیگه در افتادین، این مردم این وسط تو خانواده شهیدی اینجوری ما رو دارن شوت میکنن بیرون، نشستی هیچی نمیگی؟ ما به تمام مراجع قانونی که میتونستیم مراجعه کردیم، ولی متاسفانه هیچکی به حرف ما گوش نکرد و تنها راهمون رسانه‌ای کردن این قضیه است. من به نظرم میاد همه توی روند بررسی این پرونده اهمال کاری کردن، چه آقای مقدس، چه آقای یوسفی، چه آقای روزی طلب و امامی، و تنها خواهشی که داریم اینا بشینن دور پیش همدیگه و این مشکل رو حل کنن. مشکل یه خانوار هم نیست، مشکل 65 خانوار، هرچند که با کارمندای دادگستری نزدیک 13-14 واحدش هست، حتی یه پیشتم به اینا نکردن بگن آقا مثلا نمیدونم این حکم شما، حتی یه حکم هم در خونهشون نبردن. و نمیدونم واقعا قضیه چیه که با کارمندای دادگستری هیچ کاری ندارن، ولی ما که دستمون به هیچ جا بند نیست، دائم و هر روز شب و نصف شب و وقت و بی وقت میان رو سر ما خراب میشن و میگن پاشو ملکتو خالی کن، پاشو خونتو خالی کن. نمیشه که همینجوری از راه برسی بگی این ملک مال منه 65 واحد. ما که انقدر پول نداریم که یه ملک رو 2 بار بخریم، خدا رو خوش نمیاد واقعا. 65 واحد اینجا هستن، همشون دارن بی خانمان میشن، یکیشون رفته مسافرخونه، یکیشون رفته خونه فک و فامیلش. اینو تا کی میتونن ادامه بدن؟